مشتزن توجک دولت بولتایف شام 3 اکتبر سال 2023 در مسابقه های بازی های آسیا در خانگژو چین در وزن تا 92 کیلو در دوره نهایی رقیب خطویش خان خوینجی را شکست داده سزاوار مدال طلا شد. این دومین مدال طلای تیم تاجیکستان در بازی های آسیا در خانگژو و اولین مدال طلایی مشتزن توجک در بازی های آسیا در 17 سال اخیر است. دولت بولتایف توانست کامیابی مشتزن آوازه‌دار توجک جوان قربانوف را تکرار کند. دولت بولتایف 24 سال داشته 13 ینور سال 1999 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. تا امروز تیم تاجیکستان در بازی‌های آسیا در خانگژو 7 مدال، 2 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آورده است. مدال‌های طلا را سامان محمدبیکوف در کشتی جودو در وزن تا 81 کیلو و دولت بولتایف در بوکس در وزن تا 92 کیلو، نقره را تیمور رحیموف در کشتی جودو در وزن تا 100 کیلو و 3 مدال برنجی را بیروز خوجیف در کشتی جودو در وزن تا 73 کیلو، خیراندیش مرودزاده در وزن تا 66 کیلو و اقنظر نظرов در وزن تا 90 کیلو و میجگانه سمدوف در بوکس در وزن تا 57 کیلو به دست آوردند. در بین 36 کشوری که در خانگژو صاحب مدال شدند، تاجیکستان فعلا با 7 مدالش در زینه 19 قرار دارد. پیشرفت دسته میزبان خطای است که تا امروز 297 مدال از جمله 161 مدال طلا به دست آورده است. از بین کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت تیم ازبکستان است که ورزشگرانش در بازی‌های آسیا امسال الکی 50 مدال از جمله 14 طلا، 15 نقره و 21 برنجی به دست آوردند. بازی‌های 19 تابستانه آسیا در خانگژو تا 8 اکتبر ادامه می‌یابند. تاجیکستان به این مسابقات 118 ورزشگر را فرستاده است. به ورزشگران تاجیکی که در مسابقه ها صاحب مدال طلا می‌شوند، جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 150,000 سامانی سپرده می‌شود. برای مدال نقره 100,000 سامانی و برای مدال برنجی 50,000 سامانی جایزه مقرر شده است. بر علاوه شهردار دوشنبه رستم امامعلی قرار را امضا کرد که بر اساس آن به برندگان مدال‌های نقره بازی‌های آسیا در پایتخت خانه 3 حجرگی، برای برندگان مدال‌های نقره خانه 2 حجرگی و برای آنهایی که صاحب مدال برنجی می‌شوند خانه 1 حجرگی تقدیم کرده می‌شود.